بودم که من بعدش نبینم فیروزه حافظه من کمش از این درگی دوست داشتن ندارم و دیمش که دوست داشتای من خیلی را نگاه نکنم گزیده یا خویده؟ میخوایی؟ بگم که تمونده شعر فقط شغالکا و گربی شغالکا میخوام سازی دوست مراد؟ ساز من حفظگی را همه یامی چی را بس قدم میگم که دیگر قطعی یکم کس نه دویت کنم نه سالی بخوام چی گفتن آره چی دم سخت دم نکردی کلام نکردی یکم گلدانه گلدانه علیازاده بله برای چی؟ برای که یکم کارش نمیزی باش بعدی برنامه اومده باش ما جمع کنه من دفار ندارم بعدی برنامه که ببینید فیروزه زن میزنه سرمندر زن میزنه گلدانه هیچ کی زن نزنه گلدانه زن میزنه کدامش دخ میکنم زن هیچ کی زن نزنه گلدانه زن میزنه خطیر از بار میکنه شما از مویهای نوازیم رنج میکشید یا در مهاجرت از درد میان و پا و دست خنک زدگی، پراستیت، سوس بودن مردانگی، عصب و ریختن موی سر رنج میکشید، پس برای صفت خوب رو به دست آوردن تنها با این رقم ها تماس گیرید. اپیدمیوم پسته برای با قوت کردن بدن و مردانگی، خنک گرفتگی، رگ کشیدن پای ها، سمیونون برای شخصانی که اشتیان ندارند، خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. همچنین برای ورزشکاران نیز پیشنهاد کرده می شود برای صفت خوب رو به دست آوردن تنها با این رقم ها تماس گیرید. سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه 10 شرط. مهمان نوبتی برنامه ما هستند آوازخوان جوان خوش صدا بانوی هنر که شما خیلی درخواست کردید که او رو به برنامه 10 شرط دعوت کنید. رفعت جمشید رفعت بانو رو به برنامه 10 شرط خوش آمدید میگوییم. تشکر میگوییم که دعوت ما رو قبول کردن و برنامه ما از 10 شرط عبارت است. در این قطعه ها 10 شرط جایگیر کرده شده است و هر یک قطعه رو شما کشوده شرط هایی که در داخل آن هستند کوشش میکنید که بهر مخلصان به خاطر مخلصان خود اجرا کنید. شرط ها البته شرط های حجوی هستند، حضر و شوخی دارند و از عهده کدام شرطی که از عهده اجرا کردنش نمیبرید میتوانید که اجرا نکنید، یعنی که شما آزاد هستید در اجرای شرط ها. اگر شرط ها فهمو باشد شروع میکنیم برنامه. مرحمت قطعه اول رو میگیریم. بلند میخونید مخلصان شنوند که در قطعه چی نوشته شده است. در 1 دقیقه 5 سقیچ رو خواهید 1 دقیقه 1 مینوت 1 دقیقه در 5 سقیچ رو میتونید که گزیده یا خواهیده؟ میخواهید 1 دقیقه در 5 سقیچ رو میخواهید. دقیقه که تمام شد باز میتونید که میشود. وقت رو میرو میبیند. من شما کمک میکنم که شما در 1 دقیقه توانید که 5 سقیچ رو 1 2 3 بینندگان عزیز ببینید که رفعت بانو به خاطر مخلصان خود کوشش میکند که این شرط رو اجرا کند. زود که ثانیه ها کم موندن. تمام؟ خیلی خوب. چگونه که مخلصان عزیز شما شاهد بوده رفعت بانو در 27 ثانیه توانستند که 5 سقیچ رو خواهند. من دهانشون پر از سقیچ شده است. چند از پیش از برنامه خواهشی سقیچ خواهیدن داشتن، من اکنون در برنامه میخواهم و شما از اجرای شرط اول به خوبی برآمده تبریک میکنید. سقیچ رو خواهیده دوام میتین برنامه رو میشود.
مرحمت شرطی دویومی می‌بینیم که در خطی چی نوشته شده است. خونم بیا من میخونم. بعد دون جوان زنگ زده با او گوید که با او دیگر دویت نمیخونه، دیگر همکاری نمیکنه. بتونیدم کنی دون جوان همین دوست مراد شریفوف چگونه قبول میکنن وقتی که شما با او میگوید که با او دیگر دویت نمیخونه. از روی شنیدم یک وقت شما از او خفه شده گویا که سرودی زنگی رو با دیگر زن نمیگیرم یا زن نمیگیرم و با دیگر کس خوانده است. من رفعت بانو با دون جوان این دوست مراد شریف زن میزنه. سلام علیکم. سلام علیکم. سازی دوست مراد؟ سازی کلا شده. ساز. امی یک چیزا گفتنه بودم. من حافظگیره همه یامی چی را بس قدم میگم که دیگر قطعی یکم کس نه دویت کنم نه سالی بخوام. چی گفتنه؟ میگم حافظگیره همه کار ما پرت افتم همه را بس قدم میگم که دیگر چقدر دیگر قطعی یکم کس نه دویت بخونم نه مقصد کلیپ کنم هیچ نکنم. ارپای زندگی ده خفه نیستی تو؟ مال گرد نیسته خواب من چگونه که مخلصان عزیز شما دیدید رفعت بانو بعد دون جوان زنگ زدن. باز شما گمان نکنید که ما ساخته‌کاری میکنیم. دوست مراد شریفوف از این خبردار نبودن و خیلی رفعت بانو نیز سوال رو همکنون فهمیدن و زنگ زدن و از اجرای شرط دوم نیز به خوبی برآمدید. مرحمت قطعه سیوم رو میگیریم. قطعه که دو این قطعه که سوراخ هست سوال‌های خطرناک دارد. در همه برنامه ها سوال‌های دشوار در همین قطعه می‌افتند. در یک دقیقه سپفاک رو دم کرده کف می‌مید. سپید میکنه؟ از چند دقیقه؟ یک دقیقه در سپفاک دم کرده کف می‌مید. خیلی کوشش میکنم. خیلی من چگونه که از ژیوچکا خواهی شما دیدیم شما خیلی چست و چالاک بودید. حاضر ما وقت رو میبینیم همین دم شرط نیست که باید کلونی بچه باید همین دم شد با چی بکفونمش؟ با دستان؟ ناخوناتون نه چست کنید؟ با دست میکفونید من نمیدونم میگزید چه خیلی میکنه که همین سه فقر رو در دقیقه 1 2 3 آی نمیکفم الان که 10 ثانیه شد زد آره چه دم سخت دم نکردید کلام نکردید در 29 قریب 30 ثانیه رفعت بانو توانستن که سه فقر دم کردن با وجودانه که دم کلام نکردن مثل توب نشد به هر صورت از اجرای این شرط هم به خوبی برآمدن. برابر قطعه دیگر رو بگیرم. خیلی دختر چقم برای چی حافظه شده است من حیران. یک تزگویه گوید تزگویه که شوخ تزگویه من نمیدونم رستگاه چه نمیدونی؟ نه تزگویه مکتب زواد چی تمام کردیم. بله مرحمت
مخلصان عزیز چه که شما دیدید رفعت بانو از عهده گفتن تزویت نبرآمدن یک شرط رو نتوانستن که اجرا کنن. یک مصرع ریب خونه. چند مصرع؟ 8 مصرع ریب خونه. 8 مصرع؟ ریب گوش میکنیم؟ ریب گوش نمیکنیم. مخلص یعنی ریب سرای توجیب نیسته؟ آره ریب نه ریب پچتری میخونم بعدا من ریب گوش نمیکنیم چون اینسی من رالی پرامدگی بود بران است مستر اسماعیل است بسیار نوزی از آفیزاده ریب پیدیسشتگی انا سیگم ریب پیدیستور یکم چنم میشنستم بلر زمیشنم سی از چون اینسی هم نمیدونیم ایشان امسی ریب اگه ریب شاید گوش کردگی ریب نمیدونم ما ریب باشه گوش کنم خارجی چی؟ نه نمیدونم ریب هم نمیدونم باز از روسا از تیمتی نمیدونم نه ریب نمیدونم رستگاه هیچ گپ نیست مرمت قطعی دیگر رو میگیریم شرط دیگر رو میگیریم گلدانه ریب خونه رو شده او گلدانه من نامی مرا فاتح یک لحظه رقصی یکون نمود رقص کنید اینجا یک کنویسته است دل خواه ژانر به موسیقا به موسیقا اگر خواهی موسیقی میمون در جاش تبین در جاش تبین میتونید اگر موسیقی از تلفن خودتون اگر موسیقی دوست داشته کنم میمونیم یک لحظه اگر رقص من میدونم که شما رقص های زیبا دارید چند تا رقص کنم بکنم؟ زواغانی بکنه رفت کنم سلامت باشید من رفعت بانو مخاطر مخلصان خود زیر نوای سرود افغانی رقص کردن از اجرای این شرط به خوبی برآمدن شرط دیگر هم نمیده یگان هنرمندی مشهور با یگان هنرمند مشهور تقلید کنید من در اینستاگرام شما بیشتر میبینم که شما به هنرمندان تقلید میکنید زیر سرودهای آنها ویدیو میکنید میپرتوید نوار میکنید من میخوام که در این برنامه با یگان هنرمندی یا توجیه یا خارجی یک لحظه شاید با رقص کردنش با سرود خواندنش با گپ زدنش یگان عملش تقلید کرده میتونید هنرمندی که خود شما رو دوست میداره بیشتر با تقلید میکنید نه نمیخوام نمیخوام تقلید کردن یگان کسی یعنی نمیخواهی که با یگان نفر تقلید کنید هیچ گپ نیست از اجرای این شرط هم رفعت بانو نتوانستند باکی نیست شرط دیگر رو میبینید چی نوشته شده است؟ نام سه حجب نگار و یا سراینده بدمیدیدگیتان را سه حجب نگار یا اکتیور یا هنرمند یا وسخون نمیدونم که شما اونها رو بعد میبینید میتونه که در این برنامه نامی اونها رو که بله کی باشه؟ اول یکم گلدانه گلدانه اجازه بله برای چی؟ برای که یکم کارش نمیزی باشه بعد برنامه اومده با شما جمع کنه من دفعه ندارم حقیقت نه چرا میترسیدم دیم کی را باید میبینم با
این سوالا رو مرا پشنگی میگفته نه فکر میگردم. برنامه ما همین است که ما سوالا رو در همین رفت برنامه میگیم. دویم بودم که من بعدش مبینم فیروزه حافظه من؟ برای چی محقل نیست خدا؟ نه میدانم محقل نیستم. سرودخوانیش یا که کامنتر بسیار میکنه اینستاگرام در بسیار ویدیو میپرده شاید از این سبب میشه. چون من نمیدونم محقل نیست. یکم با خورده یک جا با فیروزه حافظه و روبرو نه محقل نیست تماما. سیوم چی؟ فقط دخترها محقل نیستم بچه ها چی؟ سیم که محقل نیست. از پسران از آوازخوان‌های مرد. این بچه ها خیلی نوابشه تماشا نمیکنم. سیم که محقل نیست. این سریناز یوسفی نمیگیره. سریناز یوسفی هم محقل نیست؟ برای چی؟ خوش رو میخوند که هم سر لباس ملی میپوشد. چون؟ حافظه نغزه. من محقل نیست. من نه خیلی من گفتم من کلام معقول نیست بگم معقول نیست چی؟ معقول نیست. یعنی برافراد بانو گلدانه علیرضا، فیروزه حافظه و سریناز یوسفی محقول نیست. طرز سرودخوانیش عموما همین سه آدم رو دوست نمی‌داشته است. قبول از سلامت باشید. مرمت شرط دیگر می‌دید. خیلی عجیب. بعد برنامه که ببینید فیروزه زنگ میزنه، سریناز زنگ میزنه، گلدانه هیچ کی زنگ نزنه گلدانه زنگ میزنه. کدامش دخ میکنه مرا زنگ میزنه. هیچ کی زنگ نزنه گلدانه زنگ میزنه خطیر از بار میکنه. سر بودم. تصور کنید که شوهرتان رو با زنی بیگانه میبینید. من یک لحظه تصور کنید شما از کار میوید و از بازار و از دل خواجان میوید که در خانه شوهر شما با یکان سراینده یا یکان زنی بیگانه است شما در بالای سروی هستید. یک لحظه در حال اکتریسگی خودت چگونه تصور میکنید؟ راست دیگه من مردکی که در حق من خیانت کنم من برای یک پروا هم ندارم ایزی قم نمیشم. چقدر بگم؟ جنگ نمیکنید؟ نه هیچ گپ هم نمیکنید؟ نه اگر تصور کنید که گلدانه رو با شوهر خود بینید چی؟ برای گلدانه جنگ کردن زد پلو. برای چی؟ میگم که تمونده شعر فقط شغالکو گربی شغالکو میخورم. فهمیدم؟ فهمیدم یعنی که خیلی شرط نیست که مخلصان الله که خودشون درک کردن. اصلا کسلات کم میگن چه میگن؟ بله و شرط آخیران رو میبینیم. کدامش که بعدی من شنیدم خود را یک لحظه مرد تصور کنید. من همه وقت خیلی مردک حساب میکنم. من فکر میکنم که همه زندگی لیتسوی ما زنکه در نموشی کنم. برای آنقدر هیچ وقت ما زن حساب نمیکنم در زندگی. بله و بسیاری ها میگویند که رفاعت بانو و گلدانه کم کم خصلت مردی دارند. طرز صحبت، مناسبت. Audio Jungle. یه لحظه نقش مرد رو بازی کردن میتونی؟ یکم حرکت، سخن کردن. دانی من نه. خیلی یکم وقتوی میشم که زاو میکنی تو. خیلی یکی گمی گلدانش که نفهمیدم میشم. شما این قدر شکل بعد نمیدید در اخیر برنامه. نه اما مقصد که هم یاده کلیپ هاش دیده که اما سراینده است. سراینده مقصد که خیلی نه با سراینده موننده نه با اکتریسه موننده. اگه کارش معنی نداره گفتیم. واخورده داره رو برای؟ یا یکم با جمع کردگی یا شاید اگه دوست داشته شما رو کشیدگی نه اینقدر نسبتش دوست داشته من کمش در زندگی دوست داشته ندارم و دیمش که دوست داشته ما خیلی را نگاه نمیکنم. زنده باشه. اول برنامه اونقدر
خوب نبود ولی در آخر کمی گرم شد. به هر صورت تشکر میگیم که به برنامه ما آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید، تکلیف مخلصان خود را رد نکردید. از 10 شرطی که به شما پیشکش کرده شد از اجرای 7 شرط اون به خوبی برآمدید. 3 شرط رو متاسفانه نتوانستید اجرا کنید. به هر صورت تشکر میگیم به شما و در آخر به مخلصان خود، به بینندگان برنامه 10 شرط چی گفتنی ها دارید؟ چی گفتنیم به مخلصان خودم و مخلصای برنامه 10 شرط زنده باشن، سلامت باشن، همه وقت ما را همراه باشن، چون که ما به مخلصان هجیم. بله آنها هستند که ما هستیم. تمام فعالیت و مهنت و زحمت ما به خاطر بریدگی مخلصان عزیز هستند. بله. بار دیگر خوش آمدید. تشکر. و مخلصان عزیز، برنامه 10 شرط بود تقدیم شما از کانال تاجیکان گروپ و کانال ما آبونه شدن رو فراموش نسازید. خیر تا برنامه های دیگر، تنصیحت و خانه آباد باشید.